همدیاران عالی قدر، 32مین سالگرد استقلالیت وطن ما را برای شما تبریک میگوییم. خلق ما با روحی بلند و کیفیت خوش در شهر و دهات، محلهای دوردست استقلالیت دولتی ازبکستان عزیزمان را جشن میگیرند. 32 سال مقدم، یعنی 31 اوگوست سال 1991، خلق ما حقوق صاحب وطن و تقدیر و آینده خود بودن را به دست آورد. در خریطه عالم جمهوری ازبکستان به صفت دولت نوی آزاد و مستقل ظهور کرد. قدر و قیمت و اهمیت استقلال سال از سال زیاد می گردد. کشور ما به زینه نوی ترقیات قدم گذاشت. در تمام ساحه و جبهه ها اصلاحات کلی به عمل می آید. جریان دموکرات کنانی ادامه دارد.
سالهای آخر در مملکتمان اعتبار به انسان کلاً تغییر یافت. انسان حقوق و بخت و سعادت وی به سیاست دولت و مقصد استوار و مقدس فعالیت تمام مقامات دولتی تبدیل گردید. در مملکت گرامی داشتی قدر انسان از حیات کنونی راضی ساختن هر یک شهروند و میزان اساسی اصلاحات تبدیل می‌یابد. گروهی ایجادیمان در تنتنه جشن استقلال کشور در دهی چکند ناحیه ینگ‌آباد ولایت جزخ اشتراک نمودند. من امروز در دهی چکند ولایت جزخ ایدی شکرانگی 32 سالگی استقلالی ازبکستان گذرانده ایستاده‌ایم. ما در دوام 32 سال همین استقلالیت در دهه مهان جدا هم بسیار نوگری ها آبادانی ها شد. مهان از همین پرزیدنت ما از حکومت ریسپوبلیکا ما جدا هم منتدار که همین درجه و قشلاق ما آباد شد. من خودتان دیدی استادید کوچه های مهان اسفالت کرده شد. من مکتب مهان جدا هم مکتب آباد فراوان شد. بچه هایی که در مکتب ما میخوانند در عالیگاه های عالی داخل شده کسب و هنرهای زیاد اقتصادی‌اند. آبادی قشلاق مهان به واسطه به مهنت دهه خود ما وابسته شده. هم قشلاق های مهان با از یک گریبان سخن برآورده همین آبادی قشلاق به حصه خودشان گذرانده ایستادند. این آبادی قشلاق ما باز به هم دوام میدهیم. برای باز هم بنیادکاری آینده کمر بسته میشویم. برای همتان عید 32 سالگی استقلالت مبارک باشد. در صحن مکتب همه جمع آمدند. دسترخوان عیدانه آراسته شد. طعام‌های ملی، شیرینی‌ها، میوه‌های خوشمزه که دستاوردهای باغبانان و کدبانوهای آن دهه زیبا بود بالای میز گذاشته شده است. همه شاد و مسرور یکدیگر را خیر و مقدم میگویند. من Özbekistan'a 32 salı bayram karşılasın ya kayfeti hamman hak kayfetaya hamma a'lo mustaqillik muhamba koray nas kardık men rahama asfadli ravon şud oboy nöşoymo naq şud hamsoya Tojikiston'da rafta omdimo Xudo andam on raft omdo josh be shuda rafta omdo sem Özbek Tojik hammas yak milleti yak xalq shudagi hozir Xudo anda shuda bayadigimo rafta omdimo jo naq shudagi من این سال یک نیمرم گران کردی سمرقند پیش مستشفی درآمد من جو وقت مستق آیین مستقلی شرافت داشتیم. ساکنان دهی چکند زبان، عرف و عادت و عنعنه‌های ملی اجدادان را پاس می‌دارند. این خصلت‌های نجیب از اجدادان به اولادان میراث شده است. یک طرف صحن مکتب را دستاوردهای هنرمندان دهه آرایش داده است. لباس‌ها و آرایشات‌ها از تاریخ خلق قدیمه ما نقل می‌نماید. از نسل به نسل‌های آینده میراث گذاشتن قدرت‌های ملی نشانی بزرگی مردم این سرزمین است. در اینجا کشت‌های ملی تاجیکان یعنی تاکچه پوش، بالین پوش، رومالچه هایی که برای داماد دوخته می شود در اینجا نمایان شده ایستاده است. یا که برای بالش هایی که هر خدمت‌ها دسترخوانی که از هر خدمت‌ها شده است در اینجا نمایان است. این برای چی از هر خدمت‌ها و یا دسترخوان یا که بالش های مثل چیز میه برای که همین یاشا عروس داماد برای عمری دراز دیدنش برای حیات فراوان دیدنش همین کشته های هفت خدمت‌ها دوخته می شود. رومالچه که در بالا نشان داده ایستاده‌اند و عروس برای داماد هر دایم با دست خودش و رومالچه رو با ریسپان‌های هر خیلی دوخته برای داماد همه خیلی رومالچه‌های تیار می‌کند. وقتی که توی میشد همه خیلی رومالچه‌ها برای داماد تحفه می‌کند عروسای ما. یا که تاکچه پوش‌ها برای که همون تخمام باد کرپاهای تخم میکنن وقتی که تخم میکنن برای روی همون پوشته تاکچه پوش از تاکچه پوش استفاده میبرند. تاکچه پوش هر خیلی گل‌ها
دوخته می شود. نمونه های قلاپور، نمونه های انار برای سرفرزندی انسان همین در تاکچه پوشا نمایان می شود. در اینجا من کوزه های ملی که از قدیم مانده شده است، در مایان حالا هم همین کوزه ها رو استفاده می‌بینیم. کوزه ها برای آب را خنک داشتن، برای آب را تازه مصفا داشتن استفاده برده می شود. اساساً کمپرها رومال های با دست بافتگی سفید کار می‌فرمایند و دوکه های سفید و یا پیرانسال به دیگه هاشان نمایان می‌کنند. همون پیرانسال ها خودش به یارش کشته هاش میشد. کشته هاش با کشته های آرود داده همه رومال های سفید برای سرشان پرتاخته میگردند. در اینجا پرنجه های پیش قدیمه، سرگرک های پیش قدیمه نشان داده شده است. اینها پرنجه های هم یا سرگرک های هم با هر خیل گل ها با هر خیل و تگمه ها آرود داده شده است. در دل و زبان هر یک جوان مهر و محبت به وطن مادر موا گرفته است. در دهه ما مثل تمام ازبکستان جشن‌های عیدی ملی جشن گرفته می شود. این عیدها عید نوروز، عید استقلال، عید جشن صدر، جشن مهرگان، این همه عیدها به خلق ما هم این عیدها را جشن میگیرند. من امروز 32 سالگی عید استقلال را ما جشن گرفته سادیم. در دهه ما امروز بیرام، امروز شادیانه، امروز خرسندی که این خرسندی ها را کنارش نیست که همه خرسند، خلق ما خرسند، زنک های ما، مردان ما جدا هم خرسند. امروز ما عید استقلال را با شعرهای درباره وطن، درباره نوروز، درباره گلها سر میکنیم و تمام اهل ازبکستان را با این روز تبریک و تهنیت گفته اینها را دائم مبارکباد میکنیم. شعر پیمان وطن چو آفتاب شعله‌ریز، مثال ماه نوربیز، بسان مادری انیس، عزیزی ای وطن عزیز. جشن استقلال است امروز در تاجیک زمین. توی دارند تاجیکان پیشوات را صد آفرین. صلح و وحدت در زمینت دایم آباد همنشین. خلق میهمان دوستت باد عبرتی روی زمین. من وطن دارم دیگر دنیا به من در کار نیست. خاک آن گنج است که در هیچ یک بازار نیست. دل ندارد در برش خاکی وطن را ترک کرد. برگی خوش افتد ژاغ این کار را این کار نیست. وطن از دلها می برارد غم، وطن آدم را می کند آدم. بال پری کس وطن می باشد، بخت آوری کس وطن می باشد. زادگاه منزل اجدادم همین زمین است. جای نسل و ذاتم همین زمین است. حسن زمانه ام همین زمین است. برایش سرودن امروز ممکن است. زادگاهی پدرم پدر چکنده، زادگاهی مادرم مادر چکنده. تاریخ 4 سپتامبر سال خانش 2023 و 24 آغاز می گردد. مکتب رقم 6 دهه پر را از تعمیر برآورده شد. تجهیزات‌های ضروری گذاشته شده است. ما اهل همین جماعت، معلمان، خوانندگان همین سال خانشی نو رو جدا هم با خرسندی پیشواز گرفتیم. من سال خانشی نو ما 13 نفر خوانندگان را به مکتب قبول کردیم. من سال خانشی ختم کنندگان 7 نفر ختم کنندگان ختم کردن این مکتب را. از همین ها 5 نفر خواننده ها ما دانشکده های عالی داخل شدند. از اینها 2 نفرشان با گرانت و 3 نفرشان با طرز شرطنامه داخل شدند. این برای ما جدا موفقیت کلان در ناحیه در جای از جهت تعلیم عالی در جای 3 استیما ما خوانندگان و معلمان همین مکتب جدا خرسند می باشیم. باز هم بسیارتر حرکت میکنیم که دانش‌های زور به خوانندگان داده باز هم بلندتر برداریم. من از طرف حکومت ما پرزیدنت ما این سال برای مکتب 16 نمود کامپیوترهای زمانوی تقدیم کرده شد. من حاضر شما گواه شدن دیدیتان با چشماتان 6 دانه ماشینکه های دوزندگی سپاریده شد که برای کسب آموزی همین دخترها ما، یعنی دخترها ما را برای کسب آموزی برای تیار کردن همین ماشینکه ها سپرده شد. این هم همین اعتبار برای که تعلیم و تربیه برای همین یک مکتبی ناحیه جایگیر شدگی مکتبی تاجیک این هم اعتبار کلان ما جدا هم ندار و باز هم
حرکت میکنیم فرزندان کامل را به پایه رسانیم. در دهه چکند همه کار، توی و تنتنه، مرکه ها با مصلحت پیران برنادیل برگزار می گردد. پیش از آغاز سال خوانیش فعالان دهه بینای مکتب، صنفخانه ها را یک بار از نظر گذراندند. امروز سراسر ریسپوبلیکی ازبکستان سالگرد 32 استقلالیت جشن گرفته ایستاده است. با برابری این جشن ها سراسر ریسپوبلیکا سال خوانش نو نیز آغاز می یابد. در دوام سال خوانش ما معلمان کوشش میکنیم که به خوانندگان با برابری تعلیم تربیت نیز دهیم. بنابراین با جمعی مکتب، معلمان مکتب با معلمه های معلمان هم جایه، همچنین با محله، با پدر و مادر یک جایه سعی کوشش و حرکت کرده به خوانندگان هم تعلیم هم تربیت می دهیم. بیجیز استاد رودکی نگفته است هر کی نه آموخت از گذشت روزگار نیز نه آموزد ز هیچ آموزگار. حکمت در آن است که خوانندگان از پدر و مادر تربیت گرفته و این درگاه مقدس آمده با برابری این تربیت ما تعلیم میدهیم. در آینده نصیب باشد خوانندگان ما مرحله بلندی دانش را ضبط نموده بر ریسپوبلیکی ازبکستان خدمت خواهند کرد. با شرافت استقلال در تمام ساحه ها نوگانی ها به دست آمد. از نو بنیاد و آباد گشتن زیارتگاه ها روحیت مردم را قوی تر ساخت. Xo'jamishkent ota ziyoratgohimizni tarixidan gapirib boradigan bo'lsak, buni tarixi uzoq moziyaga borib taqaladi. Bu yerda qilinayotgan obodonlashtirish ishlarimiz mana shu mustaqilligimizni davrida e'tibor qaratildi. Endi mana hozirgi davrga kelib turib bu yerlarda o'zgarishlar juda katta bo'ldi. Ming rahmat, davlatimiz shu joylarga, bizni joylarga bir chekkaroq joyda bo'lgani bilan baribir e'tibor kuchaydi. Bu yerda yangi masjidlar qurildi, yo'llar asfaltlantirildi. Ana ko'rib turganlaringdek mana o'sha xonaga qayta qurildi. Shu yerga kelib ketuvchilar uchun mehmonxona, mana chiroyli bir shiyponimiz qurildi. Kiradigan joyga chiroyli darvozalar. Bizni joyimizga sayyohlar nafaqat o'zimizdan, Finlandiyadan kelishdi, Norvegiyadan kelishdi, Germaniyadan kelishdi. Kelayotganlar Tojikistondan, Turkmanistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan juda ko'p kelyapti. Mana bizga Tojikiston juda ham yaqin. Biz ular bilan 51 munosabatdamiz. Men istardimki, bizning yurtimiz, elimiz, xalqimiz doimo obod bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qo'shni xalqlar bilan do'stligimiz bordi keldimiz, bundan keyin ham yaxshi bo'laversin. Elimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Xushomading, do'stona aziz. عموماً به شرافت استقلال پایدیوار دولتداری ملی ما مستحکم گردید. در جمعیت صلح و صلاح و آسایش حکمران گشت. همگرایی بین ملی و کشاده‌دلی دینی کفالت پیدا کرد. خلق سرملت ازبکستان بهر آبادی کشور کمر همت بسته در همه ساحه‌ها و دستاوردها صاحب گشت. زیارت چنین منزل‌های آباد قلب هر یک فرد را شاد می‌گرداند و نیروی تازه می‌بخشد. امروز به کدام گوشه و کنار مملکت نروید، در قلب و چشم هر یک هموطن شکوهی درخشان استقلال، شکرانه دوران آباد و آزاد را مشاهده می نماید. این بشبه به دلها حضور و غرور، به دیده ها شادی و سرور می بخشد. عید استقلال خجسته باد. خدا حافظ. دلم دلنامه چشمان آبی، منم
سپردم امتحان دل جدایی در این شب‌های سردی به صدایی سپردم امتحان دل جدایی در این شب‌های سردی به صدایی بله در پای شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از درایی بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب باران به دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران تپش‌های دلت را هم صدایم اگرچه مدت از تو جدایم تپش‌های دلت را هم صدایم اگرچه مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا به قصد دوری به پاداش صبوری نکن که از دل من